سالی که کار خوشنویسی انجام میدید؟ 22 ساله. 22 سال. بله. چی شد که به این سمت رفتید؟ از کودکی علاقه داشتم، علاقه وافری داشتم به هنر خوشنویسی. از اینکه این کار رو به نفع بیماران MS انجام دادید، این نمایشگاه رو برپا کردید، نمایشگاه به این زیبایی با این خطای خیلی خوب، چه احساسی دارید؟ من احساس آرامش دارم، چون بیماران واقعا محتاجن که بهشون کمک بشه و من با این کار فکر میکنم بتونم گوشه‌ای به این بچهای MS کمک کنم. بفرمایید که این نمایشگاه از کی شروع شده و تا کی ادامه داره؟ از تاریخ 7 آبان ماه تا 17 آبان ماه اختتامیه‌اش هست. لطفا ساعت بازدید از نمایشگاه رو بفرمایید. از ساعت 9 صبح تا 5 غروب. آدرس اینجا رو بفرمایید که اینجا کجا هستش که برای بازدید مردم میخوان تشریف بیارن. موزه رضا عباسی، نرسیده به پل صدخندر.